حوالپرسی و شروع مکالمه در آلمانی. در این درس یاد میگیریم که چطور حوالپرسی کنیم، مکالمه را شروع کنیم و به دیگران پاسخ بدیم. ما در کل دو نوع مکالمه داریم، یکی در موقعیت‌های رسمی و دیگری در موقعیت‌های غیر رسمی، یعنی به صورت دوستانه که هر کدام باز عباراتی که استفاده میشه متفاوته. به طور مثال برای حوالپرسی، برای سلام کردن در مکالمات رسمی شما میتونیم از عبارت گوتین مورگن یعنی صبح بخیر، گوتین تاگ روز بخیر، گوتین هابن عصر بخیر برای سلام کردن استفاده کنید. جنبه رسمی داره، یعنی سلام رسمیه. Wie geht es Ihnen؟ حال شما چطور است؟ Wie geht es Ihnen؟ حال شما چطور است؟ برای پرسیدن حال طرف مقابل استفاده میشه و به صورت رسمی. حالا همین موضوعات برای مکالمات غیر رسمی هم ما داریم. برای سلام کردن شما میتونیم از هالو، های استفاده کنیم. هالو صورت دوستانه برای سلام کردن استفاده میشه. هایم به معنای سلام اما خیلی دیگه دوستانیه. وی گتس حالت چطوره؟ حال طرف مقابل میپرسید به صورت دوستانه وی گتس. و عبارت دیگری هم هست نا هالس کلار، همه چی رو برای. نا هالس کلار، همه چی رو برای. پس این هم مانند وی گتس میتونیم که شما استفاده کنیم و حال طرف مقابل بپرسیم. و خداحافظی رسمی و غیر رسمی، همون قسم که سلام کردن به صورت دوستانه و رسمی بود، یعنی که شما میتونیم که یک خداحافظی استفاده کنیم با رئیس یا همکار خود، اما اون خداحافظی دیگه با دوست صمیمی خود شما استفاده نمی کنیم، بلکه یک خداحافظی هست که به صورت دوستانه استفاده میشه یا یک سلامی هست که به صورت دوستانه استفاده میشه. پس بهتره هر چیز به جای درست استفاده کنیم. auf Wiedersehen یعنی خدا حافظ. در مکالمات رسمی برای خداحافظی از عبارت auf Wiedersehen، auf Wiedersehen استفاده میشه و به صورت دوستانه tschüss، tschüss یعنی بای، خدا حافظ به صورت دوستانه. bis bald تا بعد، bis morgen تا فردا. auf Wiedersehen، tschüss، bis bald، bis morgen. اینها برای خداحافظی در مکالمات رسمی و غیر رسمی استفاده میشوند. حالا اگر خواسته باشیم که برای پاسخ به حوالپرسی بدیم، ببینیم ما در صورتی که حال ما خوبه، جملات مثبت خواسته باشیم استفاده کنیم، طرف مقابل سوال کرد wie geht es Ihnen، به صورت رسمی. به صورت دوستانه هم گفتیم wie geht's. حالا میخوایم پاسخ بدیم. mir geht es gut، danke حالم خوبه ممنون. mir geht es gut، danke. جمله بعدی sehr gut und Ihnen und dir خیلی خوب، شما یا تو چطور؟ در صورتی که خواسته باشیم شما سوال طرف مقابل بکنید. در صورتی که طرف مقابل از شما به صورت رسمی محترمانه سوال کرد، حال شما پرسید، کافیه که شما بگیم sehr gut خیلی خوبم und Ihnen و شما چطور. در صورتی که طرف مقابل از شما صورت دوستانه سوال کرد، کافیه بگیم اون دیا و تو چطور. و عبارت دیگری هم داریم اسکت، بد نیستم یعنی میگذره. mir geht es gut danke sehr gut und Ihnen und dir es geht میگذره. حالا اگر پاسخ شما منفی بود، حال شما خوب نبود، nicht so gut زیاد خوب نیستم. mir geht es schlecht حالم بده. ich bin müde من خسته هم. nicht so gut mir geht es schlecht ich bin müde. اینها جنبه منفی داره و برای پاسخ به حال چطوره یا حال شما چطوره میتونیم که استفاده کنیم. اگر از این ویدیو خوش آمد ویدیو لایک کنیم، سوال پیش داشتین کامنت بدین. آلمانی 0 تا 100 و همچنین دوچ میت فرهاد دو کانال جداگانه در یوتیوب هست که همه روزه ویدیوهای مختلف گذاشته میشه. ویدیوها رو ببینید، از ویدیوها لذت ببرید. و نکات مهمی که در این درس وجود داره، تفاوت رسمی و غیر رسمی را رعایت کنیم. در موقعیت‌های رسمی از زی که حرف اولی بزرگه به معنای شما هست استفاده و در موقعیت‌های دوستانه از ضمیر فاعلی دو استفاده کنید. نکته بعدی، برای طبیعی‌تر شدن با تون صدای مناسب تمرین کنید.
سوال: امروز حالتان چطور است؟ در کامنت ها جواب بده. در پایین همین ویدیو، در بخش کامنت همین ویدیو بنویسین حال شما چطوره، آیا خوبین؟ انشالله که همیشه خوب باشین. اگر حال شما خوب نبود میتونید از عبارت منفی استفاده کنین، پس عبارت مورد نظر در پایین همین ویدیو به شکل کامنت بنویسین. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارش.